الانش کنه خدیرانو اوچا جون اوچا جون آخی ما ایزا میکشیم ای بای همسایه میخنده ای دستیش ما در طول دو محله گشته نمیشه همه جدا میگن که اوچا میزنه ما ای دستیش مرد همون راسیه 10 سال ایستادم همه همکارو همه غریب بچه‌ها میگفتن که حالی اوچا تر ما ایزا میکشتم ما همین 40,000 اویلی میگرفتم نه میخوردم نه میپشتم شما درای میکردن که زندگیمون سوز شوه اینا ما بازن نشدیم منو دودارو نه که ما زن نمیگیم زن در کونس عقلان شما که ما اوتامون سوز ما نخنده گپ زدی شو جون میگه همه کم روز میگه بهش هر روز جنگ دل ما گرفته خو چیکو کنه همین دل اوتام یا مهربوری کنه او خودی گرم چوی گرم بودن گیره ایسوس همین خدیل شوی نرز میشه همش مالی اوچا جون التماس بچم گپاتون بود چی ای روزی که عرق میخرم میزنه تا انا میجم آوردگم بچه جون باید اوچا جون بخشیش باید عرق خرانه که او مرده خور زنه باید خب کنه با باور عرق هم خرا چیکار کنه پدرای ماده چیکار میکنیم گوش کن اوچا جون التماس یا با رفتی چهره گرم قطیق شده خنده ها مردک جون فلان فهمیدی دلش یا بول ان شاء الله ناز میشه یا بار دیگه به خاطر ما اوچا اینا اوتام نگاه کنید در بین بخشتگی یا بار به خاطر ما با خاطر ما واقعا یک بار دیگه زن روی اوچا مالی دل شوی اینا به خاطر هر دی شما من میرم فهمیدی نه اینا من میرم به خاطر شما یا بالا خوچا جوانی را بالای اوچا جون با فکرم که بچه‌ام راست میگن حاض میرم گپ شوهر ما میگیرم چی گپی بگو همه گپش میگیرم بعد زندگیم زور میشوه راحت کدام میگردم السلام مردک جان ای مردک جو کردی هر کلام در خو همینجا نموندی چاپا کردیم چی میگی؟ نموندی داری باقی کل کنم که استراحت کنیم ای مردک جان بشی زورم شدی چی میگی؟ هی مردک جان ما ای همین روز پس چی گپی بگو که گپی ترما میگیرم مشکلی؟ اینا مثال عرق بیار بگو میارم سلات بیار بگو میارم اینا آش بیار بگو میارم زور کو؟ هم چی گپه بگم گپی مرا میگیری؟ همه گپ تا میگیرم با همه کار راضیم خیلی تا استول بدرو اگه تگ استول؟ خودت گفتی که گپ تا میگیرم خیلی تا استول بدرو مایلی اینا مردک؟ که هاو بگو کو هاو ای بلندتر هاو بگو هاو ای ترشه با تو طرف صاحبت میرجا کی